درود به همه دوستداران کانال آگاهی با صوفی. امروز میخوام در مورد کتاب افسانه سیزیف نوشته نویسنده بزرگ آلبر کامو صحبت کنم. سیزیف یا سیسیفوس قهرمانی در اساطیر یونان. اون فرزند آیولوس پادشاه تسالی و انارته و همچنین همسر مروپه. سیزیف بنیانگذار و پادشاه شهر افیرا کورینتوس کنونی بود و به دلیل نقش مهمی که در گسترش بازی‌های ایسمی داشت در تاریخ و اسطوره جایگاه قابل توجهی داره. اما این قهرمان باهوش و نیرنگباز در برابر خدایان بارها سرکشی کرد، از افشای رازهای الهی گرفته تا فریب دادن مرگ، و همین نافرمانی‌ها باعث شد خدایان مجازاتی عجیب و ابدی برای اون تعیین کنند. اون باید سنگی عظیم رو تا نزدیکی قله کوهی بالا می برد، اما هر بار پیش از رسیدن به قله سنگ دوباره به پایین سقوط می کرد. این کار باید تا ابد تکرار می شد. به همین دلیل در زبان امروز هر کار دشوار، تکراری، بی حاصل و پایان ناپذیر رو سیزیفوار نامگذاری می کنیم. و این چرخه تکراری بی انتها و بدون نتیجه تبدیل شد به یکی از روشنترین نمادهای اساطیری برای رنج انسان، تلاش بی پایان و تجربه پوچی، چیزی که بعدها آلبر کامو اونو ستون اصلی فلسفه پوچگرایی خودش قرار داد. آلبر کامو از همین داستان یک سوال مرکزی در فلسفهش طرح میکنه: اگر زندگی بی معناست، آیا ارزش ادامه دادن داره؟ برای کامو پوچی یعنی برخورد بین میل انسان به معنا و سکوت جهان بی معنا. ما معنا میخوایم اما جهان پاسخی نمیده. این برخورد همون ابسورد یا پوچیه. آلبر کامو این سوال مرکزیشو مهمتر از هر پرسش متافیزیکی، الهیاتی یا اخلاقی میدونه. چرا؟ چون این سوال مستقیما به ارزش بودن و ضرورت ادامه دادن مربوطه. فلسفه از نظر کامو باید پاسخ بده که آیا زندگی بدون معنای بیرونی قابل تحمله؟ آیا انسان باید ادامه بده؟ یا اینکه پوچی جهان ادامه دادن و بی معنا میکنه؟ این پرسش برای آلبر کامو یک پرسش نظری نیست، بلکه پرسشی حیاتیه. اگر پاسخی براش پیدا نکنیم، کل زندگی فرو میریزه. آلبر کامو پوچی رو هیچ بودن یا بی ارزشی زندگی نمیدونه. پوچی برای اون یک وضعیت هستی شناختیه و از برخورد دو چیز ساخته میشه و میگه انسان همیشه معنا میخواد. چرا زندگی میکنم؟ چرا رنج میکشم؟ هدف چیست؟ عدالت کجاست؟ و نظم جهان چیست؟ این میل به معنا در تک تک ما وجود داره، بخشی از طبیعت انسانه. و قسمت بعدی کامو میگه جهان به این سوالها پاسخی نمیده. جهان بی تفاوته، اتفاقات دلیل شخصی ندارن، عدالت و نظم از پیش نوشته نشده و رنجها معنای اخلاقی ندارن. انسان سوال میپرسه اما جهان ساکته. برخورد این دو یعنی پوچی. وقتی یک خواست عمیق با بی پاسخی کامل روبرو میشه، احساس، حالت یا حقیقتی به وجود میاد که کامو اسمشو میذاره ابسورد یا پوچی. و چرا آلبر کامو میگه پوچی یک وضعیته؟ اون میگه پوچی در خود انسان یا در خود جهان نیست، در رابطه بین این دو پدیدار میشه. اگر انسان معنا نمیخواست، پوچی نبود. اگر جهان به انسان پاسخ میداد، پوچی نبود. پوچی نتیجه تقاطع میل و سکوته. این یکی از عمیق‌ترین نکات فلسفه آلبر کاموه. و در ادامه پوچی از نگاه آلبر کامو یک کشفه، نه یک بحران معمولی. وقتی انسان ناگهان از خواب روزمرگی بیدار میشه، پوچی رو کشف میکنه. وقتی کارهاش بی نتیجه میشه، وقتی مرگ نزدیک میشه، وقتی امیدهایی فرو میریزن، وقتی جهان مثل قبل قابل پیش بینی نیست، یا وقتی معنایی به جهان داده بود از بین میره، در چنین لحظاتی انسان میپرسه چرا و هیچ جوابی نیست. این تجربه بی پاسخی همون لحظه پوچیه. و واکنش آلبر کامو به پوچی چی بوده؟ اون میگه نه تسلیم، نه انکار.
و میگه کسی که خودکشی میکنه یعنی با نابودی خودش با بی‌معنایی کنار اومده و آلبر کامو کاملا با اون مخالفه. و در جای دیگه میگه کسی که به خاطر این بی‌معنایی به دین یا توجیه‌های ماورایی فرار میکنه دچار خودکشی فلسفی میشه. یعنی انسان یک معنای مصنوعی به جهان تحمیل میکنه تا از پوچی فرار کنه. اما آلبر کامو چیز دیگه ای انتخاب میکنه و اون میگه پوچی رو باید پذیرفت و به زندگی باید آری بگویی و معنا را نه از جهان بلکه از زیستن خودت بسازی. و این دقیقا همون جاییه که سیزیف وارد صحنه میشه. سیزیف تلاش میکنه، نتیجه ای نداره، آگاهه و باز هم ادامه میده. این دقیقا پاسخ کامو به سؤال آغازینه. زندگی بی معناست؟ بله. ارزش ادامه دادن دارد؟ بله. اگر با آگاهی و سرکشی ادامه دهی. سیزیف با وجود پوچی زندگی میکند، نه برای رسیدن به معنا. و آلبر کامو سیزیف رو قهرمان مینامه، چون برخلاف انتظار سیزیف نابود نمیشه، تسلیم نمیشه، از تلاش دست نمیکشه، بلکه با آگاهی کامل از تکرار بی نتیجه بودن دست به کار میشه. قهرمانی اون در آگاهی، نافرمانی و پذیرش شورشیانه سرنوشت نهفته است. آلبر کامو میگه مبارزه خود کافی است تا قلب انسان را پر کند و این جمله نشون میده که ارزش زندگی نه در نتیجه بلکه در خود عمل زیستنه. و سیزیف الگوی انسان مدرنه. کامو سیزیف رو تمثیلی از ما معرفی میکنه. کارهای روزانه تکراری هن. امید و تلاش همیشه به شکست یا شروع مجدد میرسه. زندگی پایان نهایی پیروزمندانه نداره. هر هدفی بعد از رسیدن خالی میشه و باید هدف جدید ساخت. یعنی ما هم سنگ خودمونو هر روز بالا میبریم. برای آلبر کامو سیزیف انسان در عصر مدرن، انسان بدون خدا، انسان تنها اما هنوز مبارزه. یکی از عجیبترین بخش‌های متن آلبر کامو جمله پایانیشه. باید سیزیف را خوشحال تصور کنیم. چرا خوشحال؟ چون آگاهی اشتیاق به آزادی می آورد. معنا را خود انسان خلق می کند. جهان خاموش است اما ما می توانیم پاسخ دهیم. ارزش تلاش در خود تلاش است، نه در نتیجه. آلبر کامو میگه شادی سیزیف سرکشیه، یعنی یک شادی مقاوم و مستقل. و در ادامه خدایان میخواستن سیزیف رو با یک کار بی‌معنا شکنجه کنن، اما در خوانش کامو همین کار بی‌معنا باعث میشه سیزیف غیر وابسته به نتیجه بشه، اسیر امیدهای موهوم نباشه و از زندگی توهم زدایی کنه و به اوج آگاهی برسه. یعنی تنبیه آزادی واقعی میشه. و از دید آلبر کامو داستان سیزیف فقط یک روایت اسطوره‌ای نیست، بلکه نمونه فشرده وضعیت وجودی انسان. تلاش بی‌پایان، آگاهی از شکست، نپذیرفتن تسلیم، ساختن معنا در جهانی بی‌معنا و رسیدن به آزادی از دل همین پوچی. سیزیف در متن کامو نه یک قربانی بلکه یک قهرمان آگاه، آزاد و سرکشه. و همین جاست که آلبر کامو میگه باید سیزیف رو خوشحال تصور کنیم، چون آزادی واقعی از لحظه ای آغاز میشه که انسان پوچی رو میبینه اما همچنان راه خودش رو ادامه میده. از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا ویدیو بعدی، خرد یار و نگهدارتون.